ساتور تورسون قصه سنگ در بغل به طوفان. درود شنونده های عزیز، به توجه شما قصه سنگ در بغل به طوفان از نویسنده خلقی تاجیکستان ساتور تورسون از سلسله خوانش بدیعی. آغاز گفتار پنجم. از ستیر پیشتر قمغان جوشید. رشاد آن را از میان گلخن گرفته به کنار آتشدان گذاشت. از بغل کیسه نیمتنش یک خلطشه را بیرون آورد، دهانش را گشاد و از وی بر روی کف قدر چای خشک ریخته به هر دو دستش مالش داد، ریزه تر کرد، پس به قمغان انداخت. کف به هم زده باقی مانده چنگش را افشاند. در حالتی که درد سرش بیشتر می شد به قفا تاب خورده خواست دسترخوان را پیش کشد، ولی زود از فکرش گشت. بی حضور است دلش، بغیر از آب خالی نمی تواند دیگر چیزی به دهان برد. بنابراین وی کاسه چوبین را گرفته چای قمغان را از روی عادت 3 بار گرداند و بعدی که آن دم خورده تدریجاً رنگ آورد حلقش را تر کرد. پس از مدت تشنگیش شکسته دل و جیگرش نیز آرامی یافته رشاد به ستیل می‌گریست. آبش که اکنون می جوشید به وی از دیروزه آرد سیاه سیرسبوس 5-6 کف انداخت. نمک هم پرتافته 1-2 دقیقه کفلیس زد و ناخواست هیچ نمود. از چای گرم بود مگر دلش شوریده، سرش اندکی گیرد می‌گردد، پیش چشمانش سیاه می‌شود به درجه که قی کردنش می آمد. وی کفلیس را به سوی گذاشته دست به دهان بود، اما هرچند دندان به دندان فشرد غصیان خود را برطرف ساخته نتوانست. از این رو زود تلپکش را گرفت و چون در بچگی درون آن را بوی کشیده قدر تسکین یافت. یگان چیز خوردن لازم. پیشانیش عرق برآورده گفت در دل رشاد و اگرچه اشتها نداشت دسترخوان گشاد، به کاسه چای ریخت، پاره این نان خشک را تر کرده آهسته فرو بود. از گوشت یخنی هم گرفت، مجبور باز کمی نان خورد و از پشتش 2-3 قلط چای نوشیده به حضوری دلش تماما رفت گردیدن. پس به ستیر کفلیس زده اطاله را فرصت کاوش داد. بعد یک اوف گفته و پیشانیش را مالیده رو به گلخن در بالای پوستک دراز کشید. کلبه اینک گرم بود. جاگه نیز حالا در خیال رشاد نرم می نمود. سگ بعضن چشم کشاده به جانب وی گویا سؤال آمیز نظر می دواند. گوش نماندی؟ در جواب به پرسش صاحبش جانور یک غرم دید. هنگامی که پیلک های سرخ و بیمیژه‌اش را به هم می بست، از 2 کنج دیدگان غمناکش شیری آب می رفت. می دانم بباک دردت زور، با وجود این کمی صبر کن. هر نگفته اطاله می پزد، شکمت با سیر می شود. آن طرفش توکل به خدا. سگ دیگر آواز نبرآورد، چشم هم نگشود. رشاد یک آه کشیده در بدل 3-4 روز آخر بار چندم بود که هوش و یادش از سری نو به صابر پیوست. چرا این خیل بی‌درک گم شده رفت؟ وی همیشه به وعده‌اش وفا میکرد، هرگز دیر نمیماند. پس چی واقع روی دادنش ممکن؟ کدام کاری مهم او را از راه باز می‌داشت؟ نهایت کی بر میگردد یا به یگان فلاکت پیچید؟ خدا نشان ندهد. شاید اهل خانوادهش ناآرامند، که می‌داند غیب دان نباشد رشاد. در هر صورت عاقبت این سفر صابر به خیر شود که نه است. آخر جوان است وی، نو به 21 در آمد. تابستان زنگ گرفته به 100 آرزوی نیک سرش را جفت کردن می‌خواست، روزی روشن دیدن می‌خواست. رشاد که خودش در زندگی بدبخت بود، از درگاه پروردگار با او صدقاً بخت سفید می‌طلبید تا می‌توانست دلش را برداشته
در گرفتاری ها همیشه به فردا امید بند دادرم، زیرا نعمت بزرگ است حیات انسان. می گفت با وجود پستی و بلندی هایش، با وجود لطمه های ناگهانش به غایت شیرین است. می گفت ولی صابر حالا بیدرک. چی شد به وی؟ چرا نمی آید؟ بعد خیال رشاد به مله رفت. مفت هلاک گردید سگی جسور و مهربانش. جوان بود جانور، گرگ اندازی بسیار ناترس بود. عاقبت خودش را از پای انداختند در رندگان خناشام. اینک بیجان است وی، دیگر نفس نمی کشد. باد بر این گرد گرد رحمت تاخته مشکل رشاد را دیگر آسان نمی کند. از غایت خوشنودی دم لیکانده سر و گردنش را دیگر به پای او نمی مالد. روی آفتاب را نیز نمی بیند. اکنون وی سگ نی، وجودی نیم زنده هم نی، بلکه یک قالبی سرد و ساکت است. مدتی باز در تک دیوار قوره ناعلاج مانده، گویا با حیرت انتظاری می کشد که تنی پر از زخمش را کی به خاک سیاه می دهد. وی کی از این دنیای روشن به تمام فنا می شود. وفا ندارد زندگی، نه به انسان نه به حیوان. اصلا همین است نظام وی از روز ازل. پس زیاده غم نخورده هرچی زودتر مله را گوراندن لازم. دیگر چی علاج؟ از بیعقلی خودش بود یا از خواست خدا به هلاکت رسید جانور. اگر به افسوس و ندامت زنده می شد، لیکن حیفا که از نو زنده نمی شود. رشاد باز یک آه کشیده، نگاهش مغموم به شیفتی دود زده دور و دراز چشم دوخت. آفتابی به تخمین وی همچنان بیتاب از روزنه و از راههای دری فرسوده به درون کلبه روشنی می افکند. در آتشدان زبانه های تیز گلخن به اطراف ستیل پیچیده، گویا خوشحالانه رقصیده آن را به جوش می آوردند. سگ در جایش ناجنبان می خوابید. از بیرون صدایی به گوش نمی رسید. رشاد پهلو گشته، تلپکش را از سر گرفت. لحظه‌ای به آتش نگریست. بعد خسته در بالای پوستک چارزانو نشست و دست بریش و مویلبی کوتاه قیچی زده قیرگونش برده، خیالش پریشان رو به سگ آورد. ببا ها ببا. جانور چشم گشاد و در حالتی که آبی دیدهش بیشتر می‌شارید، گویا بناگاه سوزن خورده باشد. نفسش گره بسته و به خود پیچیده خیلی سرفی. پس یک باره سرفهش قطع گردیده از کنج دهانش خون تراوید. وی به زور لب لیسیده سر بر روی دستانش گذاشت. بیمدار چشم پوشید. بری شکمش زود زود پست و بلند شده، موی بدنش چون در دمی باد می لرزید. رشاد که از دهانش خون رفتنی بیباک را اولین مراتبه می دید، ترسیده مبادا جان دهد. فی الحال به پا خیست و در پیشی وی زانو زده، سر شانه‌اش را، گردنش را، پشت گوش‌های بریده‌اش را مهین مهین خارمال کرد. از آن که جانور بسیار لاغر شده است، افتاده و ناتوان شده است، همان رحمش بالا گرفته قریب گریه‌اش آمد. هیچ قصه نه بیباک، مهمش نترس، تن نده به درد. تا آخر جسوری، با عقلی، خدا خواهد صحت میابی. باز در پهلوی من شاد و باد تاخته میگردی. لیکن حالا خودت هم زور زن، نمان که این درد سبیل به گردنت سوار شده تو را تماما از پای افتاند. گویا سخنی او را شنیده باشد. سگ چشم نکشاد، حتی نجنبید. مجالش رفته به دشواری و کنده کنده نفس میکشید. رشاد پشت و پهلوی جانور را باز کمی مالید. انا اطاله هم پخت، میخوری قوتت میشود. وی برخاسته ستیل را از آتشدان گرفت و به درون آن 1-2 دقیقه کفلش زده، پس به علاق سگ اطاله ریخت. چشمان آبروی بیباک همچنان پوشیده بودند. با وجود این رشاد گویا خود به خود گفت
حالا صبر کن عزیزم، اول خنک شود. وی که از نو در پیش سگ می نشست، سری تراشیدهش را اندیشمند مالیده، فرصتی به 4 حد کلبه نظر دوان. همان چیز و چاره شناس. در بون دیوار 10-12 کدو و 1 ته پوست گوسفند، عیل و پالان خر، کمان، فانوس و 1 خورجین علا که بسی میخی بر دیوار آویزانند. 2-3 مشک خالی قاق شده در کنجک بالای هم خوابیده. در پایگاه موکی و موقیانی، خلچوب و چند تیاق زرنگ. در کنج دیگر 4-5 کاسه طبق چوبین. دورتر از آتشدان جاگهی ناخن داشته. نهایت سگی وفادار او بیباک که مدتها باز بیمار است. روز تا روز از اشتها مانده به پوست و استخوان تبدیل یافته، به حال تباه خود دلی به این هم ویران رشاد را ویرانتر می کند. بس اکنون چشمت را کشا، اطالت هیار. ولی سگ بی حرکت بود. خوابت بود چی؟ وی یلاق را پیشتر مانده آهسته دست به فوکی سگ گذاشت. کو بخیز. بیباک به زور چشم کشاد. میدانم خسته نمیتوانی، لیکن سرت را بردار. اطاله خنک شد. بگذار مجبور، اما کم کم بخور، اگر نه تماما از حال می روی. جانور بر روی صاحبش نگریسته 1 غرم دید. نهایت پس بود آوازش. بعد مثل آن که سخن او را شکسته نمی توانسته باشد، سر از پشت دستانش برداشته خواهم نخواهم به یلاق دهان زد. از دیدگان بیمیژه و اکنون خیلی سرخ شدهش همچنان اشک می ریخت. آمیخته به آب چشم خود وی کمی اطاله خورد و گشته سر بر روی دستانش گذاشت. مرا خفه نکن بیباک، در این احوال از کسلی رها یافتن دشوار. سگ آواز رشاد را گویا نشنید و به یلاق دیگر نظر هم نافکنده، در وضعی که سخت نفس می گرفت باز چشم پوشید. خیر، حالا بخواب، لیکن بهتر خسته حتما میخوری. جانور آهسته نالید. رشاد کله جنبانده محزون لبخند کرد. فهمیدم، یعنی که تو راضی. وی گردن قریب بیموی بیباک را کمی دیگر مالیده سری پا شد و تلپکش را پوشیده در کیف پوستین از در بیرون رفت. تا علاجش بود آن را از پشت خود محکم پوشید و در پیش کلبه ایستاده مدتی به اطراف نگریست. از فراز کوه فرهاد تا به دامان دشت همه جا پر از برف سبسفید. بادی نمی وزید. یگان صدا نیز به سمع رشاد نمی رسید. چشمانش اندک خیره شده، محیطی که وی این دم می دید چه طور چاشتگاهان بود، همان طور کاملا در حکم خاموشی مطلق قرار داشت. قرص آفتاب به مابین آسمان
بخوابد. از افتکار شوشش نیز قریب تمام شده است. آخر به سبب خون نآمد از دهانش. سرفه های جانکاهش چه؟ خب حالا بخوابد تا می تواند دم گیرد. حالا وی خلل نمی رساند به بیباک. لازم داند بعدتر بیدار می کند. رشاد یک دسته شاخ و شبه را در سر زانویش شکسته بر روی لخچه های آتش گذاشت. از بالایش در غفسی لوله و سبرین 3-4 تا هیزم بورس ماند و دیکک نشسته به پوف پوف آنها را درگیرانده تا به علنگ آمدن گلخن از جای نخیست. بعد پوستینش را دورتر تیره داد و موقیانی را از پای نکشیده در جاگه خود دراز کشید. سرش ببارین و مدت به سقف پستک خیالمند نظر دوان. صابر نآمد. زمستان سخت گرفت. بیباک این خیل کسل. سگی دیگرش مبتلا گردید. 2 میش نابود شد. باز چی واقع روی می داده باشد؟ صابر این روز تا بیگاه برگردد فالینیک، وگرنه هیچ جای امید نیست. یقین او به یگان فلاکت پیچید. یا خانهشان ناتینج. در عکس حال می آمد. حتما می آمد. لعنتی رحیم اکبر نیست گم و گمنام. البته در این گونه سرما وی سرابش را هم نشان نمی دهد. حتی در هوای نفس پیدا نمی شود و مگر حالا می آید؟ هرگز. عقلش را نخورده است که محض در غمی رمه کلخاز جای گرمش را خنک کرده از خانه و در خود بیرون رود. بله وی آدمی چندان ساده نی و اگر ماند هر قدمش را دانسته می ماند. خیر بلا و پسش. در عین زمان مهمتر از همه این که صابر سلامت باشد. بعد از یک مدت رشاد در روی جاگه خسته دسترخوان را پیشتر کشید. از قمقان به کاسه چوبین چای گرم ریخت و آن را با 2-3 پاره نان خشک و گوشت یخنی خورده شکمش را به طور سیر کرد. باز قدر چای نوشید. کلبه گرم بود. گلخن همواره در گرفته هیزم بورس چسر چسور صدا می برآورد. دل رشاد دیگر به حضور نمی شد. گرانی سرش نیز به تدریج رفت می گردید. وی بسیار می خواست که حالا باطناً فارغ از بند و قید بالکل آسوده باشد. اما هرچند زور می زد قریب هیچ سودی نداشت. در قهر و خاطرش همچنان پریشان بود. گمان می بود گویا از کنار ایستاده خیرگی طبعش را حتی شخصاً بر علا می بیند. از احساس این وضع ناساز او بدتر تجنگ می شد و نمی دانست چی کار کند. غلیان درد و علمش را چخیل فرو نشاند، با کدام را یاد نسرین و خاری و زلالت خود را به دست فراموشی دهد. نهایت چی طور با کدام وسیله آرام و قرار یابد آسوده نفس گیرد. سگ یک سرفید و همانا خاموش گردید دیگر نجنبید. رشاد که خیالش از سری نو به هر سو دکه می‌خورد لحظه‌ای به وی چشم دوخت و بدون اختیار زیاده از این بیش از پیش بریقت آمده باز در بالای پوستک قاق و پر از چنگ و گرد دراز کشید. ولی نظرش به قمقان افتیده مجبوراً از جای خیست و تا که چایش خنک نشود آن را در لب آتشدان ماند. دسترخوان را هم غن داشت و گشته وزین پهلو زد. هوش و یادش گاه به بیدرکی صابر و احوال سگی بیمار، گاه به هلاکت مله و تلف 2 میشی باردار و گاه دیگر به نسرین و خاطرات غالباً تلخی وابسته به او رفته، در حالتی که از زبانهای رقصان گلخن چشم نمی‌کند و پشت گردنی به قوتش را
قفس سینه سیرموی و زیر منهش را مدت خارمال کرد. سپس عمیق یک نفس کشیده آهسته سر به بالین گذاشت و همین طور تگی دیلش از احساس باز کدام پیش آمد ناخوش سیاه‌تر شده. بر اثر دیشبه عرق بود مگر در کلبه گرم بدنش تا رفت وزنین گردیده ناخواست خوابش بود. تا در جان رمقی داشت رشاد پیاپی سنگ و بوته ها را قبیده هیزور میزد و از یک صخره به صخره دیگر گذشته رو به سوی آخرین قله بلند میخزید که پیچیده به انوار زرحلی آفتابی تابستان در نظرش نهایت قریب میتافت. باز چند قدم ماند کفایه، زود به گردن آن گربه‌وار میچسبد و تا به فرازش رسیده عاقبت نسرین را دریافت می کند. سالها این جانب وی در پشت همان قله رشاد را انتظار است. از راه پاییدن چشمانش چار شدگی است. خدا نشان ندهد که امیدش را از او کنده دوباره به خانه رحیم اکبر رود. آنگاه رشاد چی علاج می یابد؟ هیچ. باز دو دست در بینی مانده در یاد نسرینش خون میگیرد و بس. مادام که این طور است زور زده تیزتر به قله رسیدن لازم، وگرنه دیر می شود دیر. لیکن هر دم موغیانش در بالای سنگریزه ها لغزیده و گشته و برگشته به دامن کوه می افتید. چرا این خیل؟ به توش قله رسیدن برابر از چه سبب تنی افگار خود را باز در پایین می بیند؟ عجب تقدیری. هیچ نیکی شیری او در این زندگی جرخات شود. دست و پنجه هایش خونشار. رشاد در زیر آب و عرق مانده با 100 جندله چندین صخره بدهیبت را پشت سر کرده بار چندم بود که از نو به پاشنه قله چسبید. خدا مددگار، این دفعه حتما به فراز آن میرسم. با وجود عذاب علیم خوشنودانه از دل گذراند رشاد، اما خودی همان لحظه آفتاب غیب زد. قله را سراپا غرق نموده گویا از آسمان یک سیل سیاه تاخت و او را نیز از جایی که رو بالا میخزید به ضرب شسته دستش جدا و پایش کجا به تک کوه افکند. آمیخته به فریاد جانکاه نفس در گلویش پیچیده رشاد با ترس و لرز بیدار شد. بیباک چشمان آبروش گشاده با یک حال زار به جانب وی می نگریست. هیزم آتشدان به تمام سوخته، لخچه هایش از زیر خاکستر به زور میلتس می زدن. از بیرون کنده کنده جکیدن سگ به گوش می رسید. گوش نمانده است خواهده، آواز برآورده گفت خود به خود رشاد. به اینش هم اطاله خوراندن لازم، اگر نه تا بیگاه جان به جبار می دهد. وی در روی جاگه خمیازه کشیده سری تراشیده را 2-3 بار مالید. دست بری شموی لبش بود. چی باشد تعبیر این خواب هولناک؟ نیکی نه البته، زیان و زحمت. نصیب او در زندگی فقط پیش پا خوردن، به دهن غلطیدن، لط دیدن. دیگر چه علاج؟ اگر مرد است اکنون به هر پیش آمدی خود گردن فراورده همه پست و بلندی حیاتش را از تقدیر می داند. در عکس حال دشوار است در این دنیای پر اختلاف آزاد نفس گرفتن، بگذار کمی اما بی غم و غصه عمر بسر بردن. بله، در کدام رنگ کتابت به همان رنگ دیدن لازم زندگی را. چون و چاره زیاد فایده ندارد.
برعکس تن و جان فرزند آدم زهراگین می شود، سرش به درد می آید، دلش مجروح می گردد. خالدار ایستاده گاه از نزدیک گاه از دور اک اک می کرد. یقین بیزابیته بود جانور. یگان کس را دید مگر؟ شاید صابیر؟ سگ باز جکید. چشمش به سرابی افتادگیست البته، وگرنه عادتی این خیل دور و دراز آواز انداختن ندارد. رشاد که حالا به پا خسته پوستینش را پوشیده کمرچه های آن را به هم می بست، یگان دقیقه پس به جای اک اک سگ شیهه اسب را شنید. هرچند از دور می آمد، در سکونت کلبه گرم به گوش وی برعلا رسید این صیحه پس. من آخر می دانم تا کسی را نبیند بسیار نمی جکد خالدار. از دل گذران رشاد و تلپکش را هم پوشیده در دستیاق زود از در برآمد و چشمش دورتر از کلبه به رحیم اکبر افتاد. در تن چکمنی دراز، در پای موزه سیاهی ساقهایش تا به زانو، وی اسبی تعریفی خود را که اشقر سرخی مائل به زردی بود از لجامش گرفته آهسته آهسته از جانب قره به رشاد روبرو قدم می‌ماند. خالدار دیگر اک اک نمی کرد. گاه برابری اسب و گاه از آن پیش گذشته خوش و خرسند دوم لیکانده می آمد. معلوم که رحیمی اکبر را شناخته است. بنابراین خاطرش جمع در بالای برف بلند سبوک پای می گذاشت. گرد و اطراف همچنان در تصرف سفیدی بی آخر قرار یافته آینوار چشم کس را می برد. قرص آفتاب از مابین آسمان خیلی دور رفته است. بعد از یگان ساعت غروب می کند. رشاد به سوی رحیم اکبر با حیرت چند قدم پرتافت و موقیانیش تا عاشق پای در برف از پیدا شدن اون ناگهان غشش آمده بی اختیار توقف نمود. یادآور می‌شویم که شما قصه سنگ در بغل به طوفان نویسنده خلقی تاجیکستان ستار تورسون را از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار پنجم، راوی قربانی صابیر، کاری کارگردانی شیرعلی نغزلی.